明女彈李娜話在特拉維夫之頭遭遇車禍。Aucune photo du Premier ministre après l'accident n'a été publiée. نتنياهو الشرير تعرض لحادث. لا أحد يعرف أين هو الآن. آرش بیا بابا گوشید خودشو کشت. ملکه اصلی اومد. سلام علیکم آقا سید. آقا یادی از فقیر فقر چی؟ ترجمه عبری. بله چشم از سایه میرسم خدمتتون. میدان انقلاب اسلامی. سلام علیکم آقا. بابا دیگه شما مترجم نیاز ندارید، ماشاءالله خودتون اوستایین آقا سید. دیگه بالاخره برای حفظ آبرو هم که شده یه چند کلمه ما از شما یاد گرفتیم. ارادت داریم. نفرمایید. مشاگرد شما. مهمونتون تشریف آوردن؟ بله صبح رسیده. استراحت کرده و منتظر شماست. لابد زبونش خیلی بده که منو صدا کردین. آره ما گفتیم شما بیای بلکه احساس غربت نکنه. پس مهمونتون زیاد رسمی هم نیست. نه کاملا غیر رسمیه. بفهم. برای این پرونده بازجویی بهتر از شما نبود آقا حیدر. شالوم.